سلام خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من روزا هستم، به کانال من خیلی خوش آمدید. دوستان عزیزم امروز خدمتتون رسیدم با کارتای اعجاب انگیز تاروت. میخوام یک فال متفاوت برای شما بگیرم. میخوایم ببینیم که تو 7 روز آینده چه اتفاقهایی قرار کلاً تو مسیر زندگی ما برای ما رقم بخوره. دوستان عزیزم نیت کنید، اگه مسئله خاصی، موضوع خاصی هست تو ذهنتون حتما نیت کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند دقیقه سکوت میکنم، کارتا رو بر میزنم. این فال در هر زمانی برای شما باز بشه یک پیام و یک پیغام از سمت کائنات و فرشته ها برای شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من میارم کارتا رو پایین تر که شما هم ببینید. خب 7 روز آینده 7 روز خیلی خوبی خواهد بود. اول از ته کارت شروع میکنیم برای شما. ببینید ته کارت از یک کار اشتراکی صحبت میکنه براتون، از یک کار، حالا بخوام بهتون بگم 2 نفر، حالا میتونه شروع یک همکاری باشه، یک پیشنهاد احساسی باشه، یا حالا بخوام بهتون بگم یک پیشنهاد کاری باشه که براتون صورت میگیره. این اولین مسئله. خب حالا کلی بخوام بهتون بگم، شما تو 7 روزی که پیش رو دارید یک سند قانونی، قضایی، دادگاهی رو امضا میکنید. سند خوبی هست. چرا؟ چون راهی که پیش روی شما هست راه روشنی هست. حالا میگم میتونه سند قانونی، قضایی، دادگاهی، سندی رو امضا میکنید. سند خیلی خوبه. خرید فروش ملک یا زمین هم میتونه باشه. تو 7 روز آینده عزیزای دلم پولی به دست شما میرسه که مضرب 5 داره. 500 تومن، 5 میلیون، حالا میگه مضرب 5 به دست شما میرسه. پول خوبی هست و رضایت رو برای شما میبینم. توی 7 روز آینده برای شما دوستان عزیز داره شرایطی رو نشون میده انگار که یک پیشنهادی به شما میشه. پیشنهاد کاری میتونه باشه، بخوام بهتون بگم یک پیشنهاد شراکت میتونه باشه. این پیشنهاد خوبیه. ببینید خطی که پیش رو هست خط روشنی هست، یعنی این پیشنهاد و این سند خوبی میتونه باشه. خب میریم در مورد اتفاقات دیگه‌ای که داره براتون نشون میده. از یک جشن، مهمونی، دوره همی صحبت میکنه. میتونه یک دوره همی خانوادگی باشه، میتونه یک جشن خانوادگی باشه که به هر حال برای شما خودش رو داره نشون میده. در کل جشن، مهمونی یا دوره همی خوبی رو داره براتون نشون میده. میتونه حتی شرکت توی یک مجلس خانوادگی یا یه حالت خواستگاری هم باشه. خب میریم سراغ اتفاق بعدی. تو اتفاق بعدی از صبر رو برای شما صحبت میکنه. دوستای عزیزم 7 روز آینده حتما صبر داشته باشین. تو کارهاتون عجله نکنید، چون عجله برای شما خیلی خوب نیفتاده. برای شما دارم میبینم که انتقال افتاده. حالا میتونه جابجایی محل زندگی، جابجایی محل کار، یا حتی برای یه عده از دوستان عزیزم سفر باشه. امکانی که سفر داشته باشین، جابجایی محل کار یا جابجایی محل زندگی رو داشته باشین برای شما دیده میشه و داره نشون میده خانوم بدی از مسیر زندگی شما حذف میشه. میتونه رقیب باشه، میتونه کسی بوده باشه که پشت سر شما حرف میزده. این فرد از مسیر زندگی شما میبینم که حذف میشه. داره براتون نشون میده که رفتن به شهری، سفر به شهری که آخرش الف و نون هست برای یه عده از دوستان دیده میشه. بازگشت شخصی که رفته به سمت شما، کسی که پشیمون بهتون برمیگرده. امکانه که برای کاتشدای عزیز برگشت کیس احساسیشون باشه تو 7 روز آینده دیده میشه و داره براتون نشون میده 2 بار حالت مهمونی، جشن، شادی و خوشحالی و دور همی رو برای شما داره نشون میده که میتونه اتفاق بیفته. هفته خیلی خوبی هست. 7 روزی که داره براتون نشون میده پول، عشق. ببینید کارت لاورز هم افتاد. دوست داشتن و علاقه رو داره براتون نشون میده.
داره برای شما نشون میده همه چیز انشاءالله بر وفق مراد شما خواهد بود. صبوری داشته باشین. دوستان عزیزم خیلی خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید، من رو حمایت کنید تا فالهای دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کامنت هم فراموش نشه.